خیلی ها بهت پیشنهاد میدن که بیا باشگاه و تمرین کن، رژیم غذایی بگیر تا سیکس پکات در بیاد. ولی تو هیچ وقت نمیتونی راز اصلی در آوردن سیکس پک و موربیات رو بفهمی تا وقتی این سه تا کارو نکنی. بیا همراه من شو با 3 تا حرکت خلاصه کنم این داستانو برات. اینقدر خودتو خسته نکن. تنها چیزی که نیاز داری یه دونه تشکه. یه تشک از توی باشگاه بردار، پهنش کن روی زمین. با دست موافق همون سمتی که میخوای اذیت کنی رو بذار همون سمتی که میخوای حرکت رو اجرا کنی. با دست مخالف به سمت داخل موافق بیا، به این شکل. دوباره برگرد سر جا، یعنی کاملا یه حرکت 45 درجه‌ای. و تفکیک کامل دنده یا رو داشته. واسه حرکت بعد نیاز به یه دونه صفحه دارید. ترجیحاً صفحه‌ای باشه که بتونید هندلش کنید. صفحه رو برمی‌دارید، روی یه میز کاملا صاف دراز می‌کشید. زانوها رو جمع می‌کنید توی شکم. به این حالت. تا جایی که راه داره میایید بالا، یعنی زانو رو رد می‌کنید. میتونید این حرکت رو 3 تا 12 تا، و اگه فشار بیشتری می‌خواید 4 تا 15 تا بزنید. حرکت آخر که حرکت سوم ماست به 2 بخش تقسیم میشه. یک بخشش مرتبط با حرفه‌ای هاست و یک بخشش مرتبط با آماتور است. اول حرفه‌ای ها رو میرم، با دقت ببینید. کاملا به شکل عقربه ساعت و با مکس. حالا بریم آماتورها رو. واقعا شکم رو میسوزونه. نهایت استفاده رو ببرید و بتونید یه استایل شیک و ترتمیز برای خودتون درست کنید.